همه چی با یه اشتباه شروع شد. روز کریسمس بود و من از یه یاروی مستی که بالای تپه ها زندگی میکرد شنیدم که اینا هر کسخلی رو استخدام میکنن. پس من رفتم سراغ این کار و تا به خودم اومدم دیدم که یه ساک چرمی رو کولم و دارم چرخ میذارم این ور اون ور. به خودم میگفتم پسر عجب کاری، چال کردنه. یکی دوتا بلوک بهت میدادن که نامه هاشونو ببری، تموم که میکردی رئیست یه بلوک دیگه بهت میداد. 4 تا دونه نامه کریسمس میخواستی بندازی تو صندوق دیگه. فکر کنم روز دومینا بود که به عنوان نامه رسون جایگزین کریسمس داشتم کار میکردم. یه زن درشت مرشتم افتاده بود دنبالم و هر نامه‌ای که میرسوندم با هم میومد. منظورم از درشت از این خیکیا نبوده. این زن چونه گنده‌ای داشت، سینه‌های بزرگ، کلا جاهای خوبی از بدنش درشت بودن. البته یکم خلوز به نظر می اومد که خب من به هیچ جام نبودم، همینجوری هیکلشو برانداز میکردم. خیلی زر میزد. آخر سرم کاشف به عمل اومد که شوهرش یه افسریه توی جزیره خیلی دور از اینجا کار میکنه و اون بیشتر وقتا توی خونه تنهاست. ازش پرسیدم خب حالا این خونه کوچیکی که توش زندگی میکنی کجا است؟ آدرس روی کاغذ نوشت و بهم داد. بهش گفتم اتفاقا منم همیشه تنها. حالا امشب بهت یه سری میزنم، یه چند کلمه با هم حرف میزنیم. اون موقع من با یه هرزه همخونه بودم که بیشتر وقتا خونه نبود و من حسابی تنها بودم. البته با اون چونه گنده‌ای که کنارم وایساده بود دیگه 100% تنها بودم. بهم گفتش که باشه امشب میبینمت. میدونی زن خوبی بوده، خیلی خوبم میداد. ولی مثل همه اونایی که باهاشون خوابیده بودم بعد از شب سوم یا چهارم ریده میشد تو سوالم و دیگه بر نمیگشتم سراغ طرف. ولی این فکر همش تو سرم میچرخید که خدای این پستچیای لاشی عجب حالی میکنن. یه 4 تا نامه میرسونن این ور اون ور و تا میتونن کس